آقا به ما ربطی داره فلسطین؟ بله، بچه مسلمانی ربط داره. قرآن میگه هر جای کره زمین، نه فلسطین، اون بر آفریقا، هر جای کره زمین مستضعف بود باید شما به نفع او قیام کنید. آیش هم اینه: ما لکم لا تقاتلون، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفین. والمستضعفين. چرا درباره مستضعفین بی تفاوتید؟ ما لکم یعنی چتونه؟ لا تقاتلون، پا نمیشید بجنگید، فی سبیل الله در راه خدا، و المستضعفین در راه مستضعفین. هر جای کره زمین مستضعف بود ناله کرد، ما اگر میتونیم باید کمکش کنیم. ما اگر مسلمونیم همه جا به ما ربط داره. آنورهای دست جمعی، حرکات دست جمعی که میکنید که یغیظ الکفار، کفار عصبانی بشن، بره شما عمل صالح می‌نویسن. شرقية لا غربية إسلامية الله أكبر الله أكبر. اینجا مرکز مقاومت است.